مازدا تیری خیلی نیو بخرم یا نیسان سیلفی؟ بریم با هم مقایسه‌شون کنیم. مازدا تیری مدل 2024 یه موتور 2 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی داره با 156 دست بخار قدرت و گیربکس 6 سرعته AT. به خاطر ساختار ساده‌تر و نبود سیستم‌های پیچیده هایبریدی، تعمیر و نگهداری این ماشین راحت تره. در مقابل نیسان سیلفی مکس ادیشن رو داریم. یه موتور 1.2 لیتری 3 سیلندر هایبریدی با 136 دست بخار قدرت. اینجا موتور بنزینی نقش شارژ کردن باتری رو بازی میکنه. یه گیربکس تک سرعته اتومات داره و مصرف سوختش خیلی پایین‌تر از مازداست. تو بخش فضای داخلی مازدا فضای ردیف دوم کمتری داره و در مقابل نیسان سیلفی سرنشینان عقب تو بخش سر و زانو احساس راحتی بیشتری دارن و همینطور صندوق بار بزرگتری هم داره. تو بخش آپشن ها هر دو ماشین امکاناتی مثل کروز کنترل تطبیقی، رادار خطخوان و ترمز اضطراری دارن و خبری از گرم کن و سرد کن صندلی و دوربین 360 درجه تو این دوتا ماشین نیست. پس اگه دنبال شتاب بیشتر، هندلینگ بهتر و دردسر فنی کمتر از سی مازدا 3 رو انتخاب کن. ولی اگه مصرف سوخت پایین و فضای بیشتر کابین و صندوق رو ترجیح میدی، سیلفی برات مناسب تره.